امضای توافقنامه سیاسی را بین دو رهبر کشور خود، بین دکتر صاحب عبدالله و جناب دکتر صاحب اشرف غنی به فعال نیک میگیرم و اقدام بسیار خوب شد در این عرصه. انشالله که بتانه کنار هم و دوش هم دیگر یعنی برای آبادی کشور ما تلاش کنن و انشالله که اتفاقات 5 سال گذشته دوباره تکرار نشود و سعی کنن که اتفاق و اتحاد هم دیگر محفوظ نگه داره و ما به عنوان کسی که در جامعه در حیث حقوق زن فعالیت میکنم از ایشان چنین توقع دارم که در قسمت تامین حقوق زنان بیشتر تلاش کنن. اشرف غنی و عبدالله اینا در توافق رسیدن. خواست ما از دو نفری هستن که اول که صلح سرتاسری را در افغانستان بیارن، چون که جنگ و خونریزی زیاد شده افغانستان و همچنان تبعیض بین زن و مرد قائل نشوند، بگذارن خانم ها هم دوشادش مرد کار کنن و همچنان یک مثلا جرم های مثلا جرم های غیر قانونی، اختطاف، این چیزا باید در افغانستان در زیر صفر برسن و همچنان برای خانمای تجارت پیشه بیشتر کوشش کنن که اینا را سپورت کنن. مثلا نمایشگاه های داخلی و خارجی از اینا برگزار کنن و ورکشاپ های آگاهی دهی از اینا برگزار کنن تا اینا بتونن یک کم ذره یاد دارن اما بیشتر چیزشان بیشتر شد و معلوماتشان. ما واقعا خوشبین هستیم و خوش هستیم که بالاخره بعد از چالش های بسیار زیاده، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره مسئولین دولت یا حکومت افغانستان بین هم به تفاهم رسیدن و ایره به فال نیک میگیریم و از دید ما انشالله که به خیر افغانستان خواهد بود وقت مسئولین و حکومت داران بین هم تفاهم داشته باشند، به خیر ملت خواهد بود. اما امیدوار هستیم که انشالله دوامدار باشه و تفاهم سیاسی و زودگذر نباشه و حقیقی باشه و این تفاهم خدا کنه به خاطر خیر ملت در نظر گرفته شده باشه. خواست ما از حکومت آینده یک صلح و آرامی بیارن که بیشتر ما میشنیم خانم‌ها در شفاخانه در هر کجا که ما میشنیم از تلویزیون از رادیو خیلی ظلم هستن. واقعیت که زنهای باردار به شهادت میرسه دیگه بار دویم تکرارا گفته میشن که باید یک امنیت صلح دیگه یک کاربار در مردم ایجاد کنه که مردم بامیان بسیار ضعیف است. یکی از نواقص‌های مهمشان است که یک زن به نمایندگی از زنهای افغانستان هیچ راه ندادن. چرا؟ با کدام صورت که از حقوق ما دفاع میکنن. همیشه زن حقوقش پایمال است. باز میگن که حقوق زن برش داده میشه. این 5 سال پیش هم توافق بود و هیچ کدام نتیجه نداد. در بین مردم توافق میکنن، در بین خود جور نمیاین، وزارتایشان صحیح تقسیمات نمیشه. کل وزارت ها سرپرست بود، یک تا وزیر معین صحیح نبود. تمام حق حقوق مردم پایمال است، حق حقوق مردم داده نمیشه. فقط یا صرف اونمو متوجه خود هستند که باید 4 نفر کتری را که میشناسن در چوکی های بلند بشانن و او 4 نفر مسکین غریب اردم شهید سالا در گرفته و در میگیره. دیگه خدا کنه که توافق از یا امسال یک نتیجه خوب بده.